روبرتو زینهو، گابریال گارسیا، مارکز، مازینهو، اسکیلاچی، بهرام استلاگمیت، شهرام استلاگمیت برادر هستن، زیکو، کافو و تافارل درون دروازه هست. اجازه بدید بازی آغاز شده. از این مهار کردن توپ رو بسیار زیبا انجام داد. اسامی تیم ایتالیا هست: دونادونی، مارچلو ماستریانی، دونیو باجیو یا باگیو، روبرتو باگیو یا همون باجیو، تلفظش رو درست نمیدونم، ویکتوریو دسیکا، ویکتور فلاهرتی، جولیانو مونتالدو، ژان ماریو ولونت، آبل بالبو، مارتینی و سیمون دوبوار درون دروازه هستند. اجازه بدید تا اتفاق خاصی در تصویر نیفتاده تفسیر همکارم رو بشنویم. آقای داغی در وقت کوتاهی که داریم بفرمایید. بله، خسته نباشید بینندگان عزیز. میدونم منتظرید، خیلی منتظرید، الان انتظار میکشید، در انتظارید. به هر حال من از اینجا بازی رو به صورت اوریب میبینم، چون مانیتور یه مقدار اگه صافتر نمیشه. نه بله، صافتر ما نمیشه. بازی رو از اینجا به صورت اوریب میبینیم. بینندگان عزیز، هر دو تیم با تکنیکن، از کنم خدمتتون، خوبن، مهربونن، شیرین زبونن، بچهای خوبی هم با معرفتن، نظیفن و عذر میخوام، میدون، راه میرن، گاهی میپرن. الان پرید یکی میپرن و در مواقعی البته فریاد میزنن که همه اینا برای یک تیم و یک ورزشکار خوبه و لازمه. بله، اجازه بدید ادامه بازی رو گزارش میکنم. تیم برزیل با پیرهن زرد و شورت ورزشی آبی بازی میکنه و تیم ایتالیا پیرهن آبی و شورت سفید. در گیرنده های سیاه و سفید شما برزیل رو با پیرهن آبی میبینید و شورت سفید و داور هم پیرهنش قرمز هست. توپ رو میندازه پشت 18 قدم و اتفاق خاصی اینجا نمیفته. امروز فوتبال بر مبنای قدرت بدنی و تکنیک استوار هست. پاس به روماریو، جرزینهو میده به ژان ماریو ولونت، جلو میفرسته، ساخته و پرداخته میکنه براش پشت 18 قدم از جناح راست. توپ برگشت به دوباره اسکیلاچی. اجازه بدید من تا اتفاق خاصی نیفتاده تفسیر دیگری رو از دوست عزیزمون گوش بدیم. اینجا تماشاچی ها رو میبینید که چقدر مهمه. تماشاچی در فوتبال امروز مهم هست. اگر تفسیری در این رابطه دارید بفرمایید. اما من پیشبینی باخت تیم ایتالیا رو در این بازی میکنم به خاطر کم بودن تماشاچیشون. بفرمایید آقای داغی. عرض کنم خدمتتون که گفتی تماشاچی، من در همین مقدمه بگم که فوتبال امروز عزیزان دیگه یک بازی نیست. کی میگه بازیه؟ میگه بچه بازیه. بله. بازی نیست. فوتبال امروز یک علمه. فوتبال امروز بر مبنای تکنیک، تاکتیک، قدرت بدنی، استقامت عضلانی، قد، قامت بلند و سرعت نیست. فوتبال امروز بر مبنای تشویقه. تشویق خیلی مهمه. شما گفتید تشویق، من بگم خدمتتون که تشویق یعنی برد یک تیم. هرچی یک تیم مشوق بیشتری داشته باشه حتما موفقه. همین. بله، به این خاطر من تیم ایتالیا رو باخته میدونم، برای اینکه تماشاچی اصلا نداره. بله. ادامه بازی رو گزارش میکنیم. توپ دست، اجازه بدید من از روی ورق بخونم چون فاصله دور هست. من بازیکنان رو نمیتونم درست شناسایی کنم. پشت 18 قدم هست، این فکر کنم روماریو باشه. دریبل میکنه، بله، برای دونادونی و ضربش رو میزن از کنار دروازه. یکی از بهترین بازیکنان جام جهانی هست که در 3 دوره بهترین گلزن بوده. به تصویر آهسته‌اش نگاه میکنیم چقدر زیبا این حرکت رو انجام میده. توپ رو نگه میداره و از کنار دروازه عبور میکنه، ولی با این حال میبازه تیم ایتالیا به خاطر کم بوده. بله تماشاچی. آقای خدمتتون عرض کنم که ایتالیا حتما خواهد باخت، همون چیزی که شما گفتید، و این نیست فقط به خاطر اینکه مشوق کمی داره. اگر مشوقش زیاد بشه حتما خواهد باخت. من قول میدم، قول اصلا همه قولی میدم. مشخص هست که رویش رو از دست داده. اگر مشوق اینجا بود، الان مشوق بود این گل بود. من قول میدم این گل بود. بازی رو ادامه میدن. 0-0 هستن بدون هیچ رد و بدل شدن یک گل. فلاهرتی توپ رو در اختیار داره. اسکیلاچی
میره جلو، نمیگذارن دفاع پرقدرت تیم برزیل او رو نگه میداره. پاس گوشه چپ دروازه، به توپ نمیرسه. ببتو وسط زمین، جرزین هم میره جلو، عین موتور کار میکنه این بازیکن. ازش میگیرن، هنوز توپ رو در اختیار داره، ساخته و پرداخته میکنه، خطرساز هست برای و بالای دروازه که آفساید هست به نظر من، ولی داور چیزی نمیگه. مطمئنا میبازه، بازی رو برزیل در اختیار داره. بله بینندگان عزیز، ببخشید تصویر ما رو چند لحظه از دست دادید شما. من ادامه بازی رو گزارش میکنم. میفرسته جلو. ایتالیا باختش حتمی هست به نظر من، چون بازیکنانش از تکنیک خوبی برخوردارن، ولی قدرت بدنی حرف اول رو میزنه که برزیل داره این شرایط هست و مهمترین عاملش اینه که مشوق و تماشاچی زیادی ایتالیا در این بازی نداشته. توپ رو به اسکیلاچ میره جلو و پشت محوطه 18 قدم. این صحنه رو من تصور میکنم یک بار دیدم، حدوداً 10 دقیقه پیش. اشکال فنی هست. دوباره داریم ایتالیا تشویق. من ایتالیا قطع میکنم، اجازه بدید. ایتالیا آقای داغی هیجان زده هستن. ایتالیا ادامه بعداً خواهیم شنید. آقای دکتر لولایی، بخش 4. آقای دکتر لولایی، بخش 4. سلام آقای دکتر. نتیجه چی شد؟ متاسفم. بله، خواهش میکنم هرچی هست به من بگید. چی شده؟ حالش بده؟ نتیجه چی شد؟ ببخشید. ایتالیا با پنالتی 5-3 باخت. بله؟ خیلی بد شد. من مریض داشتم آقا. 90 دقیقه بازی کردم، با پنالتی باخت. که مسئولش هم ایشون هستن. نه آقای اسدی، حالا ما بحث رو در واقع میخوام بگم که در رابطه با شرکت بحث کنیم. لزومی نداره ما در مورد هلو صحبت کنیم. نه، راجع به شرکت داریم درباره شرکت آقای رادش حرف شرکت آقای رادش، مگه شما مسئول خرید نیستی؟ بله من مسئول خریدم. خب توی این ماه شما 100,000 تومان جنس خریدین. بله. فاکتور بدین. من فاکتورامو به آقای عطاران فاکتور. عطاران دادم، راننده به من ربطی نداره، من شما خودتون حل. عزیز من. آقای عطاران این مسئله درسته، به شما هم ربط داره، شما راننده آقای رادش هستی. شما راننده من بودید. خودتون میگید من... دیگه. جناب آقای لولایی شما تصدیق کنید این مسئله چی کار باید بکنیم ما؟ عزیز من شما راننده من بودید، من فاکتورا رو به شما دادم. الان آقای اسدی از شما میخواد فاکتورا رو بدید. یعنی میخواد بگید فاکتورات توی ماشین من مونده؟ بله. شاید تو جیبتون مونده باشه، نمیدونم. شما موظفی جواب بدید. نه آخه آقایون
اصلا مسئله فاکتور نیست اینجا. مسئله چیه؟ مسئله اینه که برنامه ریزی در شرکت اصلا درست نبود. آقای لالایی برنامه ریزی این کار منم کجاش خراب بوده؟ غلط بود. نه خیر. غلط بود آقا. نه خیر آقای لولایی آخه ببین عزیز من وقتی که 3 تا قطعه چک از دست چک بنده کم میشه چرا؟ راجع به چک حرف نزن. چک مسئولش خودت بودی؟ من چکو میزنم تو کمد کلید دست شماست دست آقای رادشه. آقای عطاران هم از روی اون آقای کلید آقای سلیمانی عذر میخوام. بنده عرض کردم برنامه ریزی ایشون اصلا درست ضعیف آقای اسدی. ایشون اصلا طوری برنامه ریزی کردن خودشون جوابگو باید باشن. اصلا طوری برنامه ریزی کردن که آقای رادش بله. بتواند بله. چه کار بکند بهتر میدانیم. یعنی من بودم که بهشون گفتم برن خرید بکنم بدون فاکتور، بعد برگردم پیش بنده بگن که عزیز من، فاکتور شما نداده. چرا صحبت رو اینجوری میگیرید؟ عزیز من شما برنامه‌ریزیتون ضعیفه. آقای سلیمانی هم که فقط صداشون رو بالا میارن. آقای رادش برنامه ریزی آقای اسدی آقای اسدی اگه ضعیفه بله. شما نباید از کلید بنده کلید بسازی. آقا جان من که کلید ساختم. آقا جان مثل که کلیدتون رو تو جیب راننده‌تون دیدن. دست ایشون هم هست از ایشون کلید. بپرسید. آقای عطاران کلید آقای شما چرا لولایی. حرف نمیزنید؟ نزن آقا. کلید پیش شما بوده. اگه هسته تو چشمش میخواد چی میشه؟ کلیدو بده. من به نوعی بی خود راننده آقا هستم. جنگ یعنی راننداز آقا بی خود جنگ راننداز همش تقصیر جنگ آقای راننداز. سلیمانیه. ببینید آقا اگه قرار باشه تقصیر آقای رادشه. اگه قرار اون باشه آقای- چشش. مقصر آقاست. مقصر مسئول شرکته. آقا اگه قرار باشه با هم اینجوری برخورد بکنید من خیلی از شما زنگ اصلی شما هستی. رفتم آقا. من حساشو خورد داده. میدونید اگه که چک گم میشه وقتی که کلید از روش ساخته میشه. و بدین ترتیب اولین جنگ هسته‌ای پدید آمد. بفرمایید. خواهش میکنم. آقا ببخشید من یه دست کت و شلوار میخوام. میخواستید مدلش چی باشه؟ رنگش چی باشه؟ ببینید عزیزم برای من مدلش اصلا مهم نیست. رنگش هم مهم نیست. من یه دست کت و شلوار میخوام که از این حالت در بیام. یا آدم دیگه بشم. آخه نظر شما برای ما ملاکه. خواهش میکنم شما عزیزم. بگید چه مدل لباسی میخواید. خواهش میکنم اصلا این واسه من میگم مهم نیست. نظر و اینا واسه مهم نیست. یعنی رنگ و اینا اصلا واسه مهم نیست. من فقط میخوام تغییر کنم. از این حالت خسته شدم. شما ببینید اون لباس ها براتون مناسبه؟ اونا میدونی چیه یه مقدار نه اونجوری نه یه حالت دیگه میخوام یه حالت دیگه که چجور بهتون بگم تغییر کنم از این حالت در بیام یک دنیا بله بله متوجهم. بفرمایید اون لباس ها رو ببینید تا من یه فکر براتون اونا بکنم. خیلی بله. ممنون. آقا جانم پیداش کردم. به 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 خودش. دستتون درد نکنه رنگش خیلی عالیه. جنسش هم عالیه. ببینم ازم این نخیه بله این ریسمانی است. ریسمانیسته. بله همون جنسیه که میخواید. یعنی اگه بپوشید کاملا یه آدم دیگه میشید. من مطمئن باشم که یه آدم دیگه میشم یعنی واقعا واسم مهمه دیگه خسته شدم بله اصلا. میتونید امتحان کنید. اتاق پرو همین پشت. بفرمایید همین پشت. تشکر.
آقا اینجا آینه نداره؟ نه متاسفانه. پوشیدم. خوبه؟ خوبه؟ بله خیلی خوبه. کاملا عوض شد. عوض شدم؟ بله بله. عوض عوض. اصلا یه آدم دیگه شدم نه؟ صداتون هم عوض شده. مرسی. ببخشید این داخل آینه نبود، لطف کنید یه آینه به من نشون بدید. آینه اونجاست. ببینید کاملا یه آدم دیگه شدید. ولی من راضی هستی؟ بیا بالا. بیا بالا. خب خلاصه آدم خسیسیه. هم شناختیش. آره خسیسه. اصلا تو مدرسه هم که بود خسیس بود. میدونی چیه؟ ما یه بار رفتیم خونش دزدی. خب با اینکه آدم پولداریه هیچی تو خونه نذاشته بود. آره بابا آره. خساست از دزدی بدتر. میباره خساست ازش میباره. نه خلاصه اینجوریه. ببینم. خب تو مطمئنی کسی تو خونه نیست؟ نه کسی نیست. اما یه صدایی میاد. اینجا جیرک داره. ببین الان تو محله کس بمونیم، پشت سر کسی صحبت نکنیم، کارمونو بکنیم بهتره. خب باشه. ببین اونجاست، میبینی؟ آره. عجب درخچه‌ایه. خب برو ببین. بیا آروم، فقط به چیزی نخوری. بیا خیلی خوب. اینه اینه؟ آره. ببین اینو میذاری تو استکان، یه مقدار آبم میریزی تو استکان، بعد ریشه میده، بعد میذاری تو گلدون. بده ببینم. آره. چراغ روشن کن، اینجوری نمیبینی که. کلید کجاست؟ این بره. عجب چیزیه. ببین یه نوع کاکتوسه، اینجاش ببینم. ریشه میده. بعد بریم زود. خوبه؟ دیوونم. چیه؟ این که هیزمه. مال هیزم؟ شومینه است. هیزمه؟ روز جمعه ما رو خراب کردی. خب الان میریم یه جای دیگه این برا. وقت نداریم دیگه. ساعت چنده؟ نمیدونم. نه. آدمه. جیرک نیست آدمه. نه. داره چیکار میکنه؟ گریه میکنه. آخه واسه چی؟ نمیدونم. به ما ربطی نداره. به ما بیا ربطی بریم. نداره. ببین برو. حواسش نیست. برو. آخه خیلی داره گریه میکنه. گناه داره. برو، اصلا به ما چه ربطی داره؟ ما دزدیم. نه آخه چشه بشیم. خیلی ناراحته. بیا ببینیم چشه. آره. نه آخه. خب گناه داره دیگه. نه ببین. بیا. آخه ببخشید. بلند شو ببینم. بلند شو. چی شده؟ بلند شو ببینم. چی شده؟ چشاش. نپرس آقا نپرس. بلند شو. آخه چرا بیا اینجا نپرسی؟ ببینم. چرا گریه پرسیدن که عیب نیست. بشین ببینم. بشین بینم. چت آخه چت. آقا گریه نکن. آقا همین غروبی چی شد؟ خانمم دعوا شد و رفت. من موندم تک و تنها تو این خونه درندش. یعنی آخه چرا دعوا کردی؟ چه میدونم بابا این مادرش دخالت کرد. پس شما هم کشیدی آره؟ واقعا کشید. ببین تو آخه
صداقت نداری تو زندگی. ببین چی رو صداقت عزیز من؟ نه اکثر این جدایی ها از صداقت. گوش کن عزیز من، ایشون باید گربه رو دم هجله میکنه. نه من میدونم. من اعتقاد ندارم به این حرفا. ببین من صداقت داشتم تو زندگیم، الان موفقم. من اول زندگیم به زنم گفتم ببین من دزدم، با من زندگی میکنی یا نه؟ گفت دزد باش، شخصیت تو برای من مهمه، شغل مهم نیست. آقا منم همینا رو گفتم به خانوم. تو هم همینا رو گفتم. تو هم دزدی؟ نگفتم من میگم دزدم. اشتباه کردی. آخه شخصیت ها فرق میکنه. دقیقاً شما خب همینه. خانومت فهمیده بوده، خوب بوده. خواهش میکنم. خانوم من نه، واقعا نفهمیده. ببخشید. نگو به خانوم توهین نکن. به خانوم تو درکش نمیکنی. نمیشناسی نه خانوم ببین درکش، تو اگه درکش کنی باد راه میاد. اونم منو درک نمیکنه. من نیستم که من مقصر، اونم درک نمیکنه. منم همین رو میگم. من اعتقاد ندارم. من به اعتقاد چی آقا؟ دعوا رو میندازه. ببین عزیز من تا ایشونو دیدم فهمیدم ایشونو گریه نکن حالا. گریه میکنه. آدم فهمیده ایه. من میدونم تقصیر خانومشه. یعنی خانومش نفهمه؟ گربه رو باید میکشت. خانوم ای بابا گربه چیه؟ ببین خانم از مادرش دخالت میکنه، میاد تو کارمون دخالت میکنه. ای بابا تو فلان شو فلان، اونم دعوا میکنه و بلند میشه میره. تفاهم نداری. بدبخت میمونم تو خونه اینطوری تک و تنها. ببین شما تفاهم ندارین، تفاوت دارین، فرق داریم با هم. تو اگه فهمیده ای من اصلا اعتقاد ندارم بگیم. شما نظر من اینه که شما خانومو بردار برو شهرستان. نه چرا؟ بابا از مادر اینا دور میشن، یه مدتی اونجا باش. نه نمیشه آقا اونجا مشکلم همینه. یعنی خانم مادرش میاد اونجا هم دخالت میکنه. ببین الان برو یه زنگ بهش بزن. نمیتونم. تو برو یه زنگ بهش بزن. به چی بگم؟ تو زنگ بزن، گذشت از من تو. نمیتونم الان بلنشم. نه برو زنگ بزن. شما نمیتونم. آقا شما برو اولتیماتوم بده. اولتیماتوم بده به خانومه. نه بگو ببین نگاه کن، بگو این دفعه آخرته، فهمیدی یا نه؟ اگه دوباره این کارو کردی که ایش اصلا ببین چی میگه. خب بهش اولتیماتوم بده، بگو دیگه نباید این کارو بکنی. درکش پس من برم سراغ خانومم. وای آره تو زندگی خانوم تو همیشه درک کن. چی رو درک من اینو درک کنه. اون نمیتونه. خواهش میکنم بستگی داره. ببین نکن این اگه خانومشو درک کنه، ببین خانومشو درک کنه هیچ موقعی مسائل پیش نمیاد که بشینه اینجا گریه کنه. بابا این داره میگه من اول تفاهم داشتم. نه ببین ایشون شروع کردن. اگه تفاهم داشت به اینجا نمیرسید. که اینجا بشینه زار گریه کنه. نگاه کن من قصد توهین به خانم ایشون خب درست صحبت کن. من با درست صحبت کنم. من میگم خب ایشون دارن میگن ما اول زندگی با هم تفاهم داشتیم. خب اگه داشتن چرا دعوا کردن؟ خب اون شروع کرده. بابا چی بازی میکنن؟ بیا ببین تو آشپزی رو نهار نمیخوریم. بیا بازی ببین. جون برو گول چی شد؟ نشد. گل نمیدونه بزنه که میزنه این ور تیر، این ور میزنه این ور تیر. برو بابا تم بازی کنی تو. بابا شماره 7 خوب بازی میکنه. هد قیچی گول چی شد؟ نشد. گل نشد. داور که نمیذاره گل بزنه. خطا پشت خطا. بابا شماره 3 گل میزنه. برو ای خطا میگیره. بابا چرا کارت زرد میده لکی؟ توپ اومد تو پا شماره 7. برو گول نشد. زدنش دیگه. بزنش خطا میشه، گل حساب نمیشه که. باید بزن بره. برو برو
سیتش دفاعشون بابا ضعیفه. برو گول چی شد؟ نشد بابا. ببین اومد گل بزن ازش گرفت. اگه نمیگرفت گل بود. گل میزنن آخرش میدونم. اصلا مشخصه بابا چه پیرهنایی پوشیدن امروز. بابا بیا بیرون تو بیا بیرون. نشد گل نشد. بابا تو بازی من نشی بیا بیرون. برد شور خودتو بفرم گلم. توپ نه میشه. سلام عزیزم. توپ ما زیر ماشین بیایید. توپ رفته زیر ماشین. اب نداره. دیگه نمیخرم برام. خب اب نداره من برات در میارم. تو کنار وایسا. کار بزرگتره. کار شما که نیست. سنگ یه چند تا دونه سنگ بیار. سنگ گنده. آره بدو. خوبه بیا. خراب نشه توپ ما. بیار بازم یه سنگ دیگه بیار. سنگ اگه نیست میله چیزی بیار. آقا با این میشه؟ این کارته میشه؟ نه بیا اونو بیار. اون بیله ببین صاحبش نیست اینجا. آره بیار. آقا تو اون سراخ نشه. نه در یه میله بلندتر بیار. میله؟ آره میله این طرف پیدا میکنی. آقا خیلی سنگ بگیر. بدونم محکم نزنی. در من؟ نه در نیمد.
آقا مثل که گیر کرده اون زیر. جوان بابامونو چی بدیم؟ تو دیگر هم نمیخره. اب نداره از اب نداره. من الان در بیارم. الان میارمش بیرون باید. در نمیاد. چیکار کنم؟ آخرین تلاشمون هم بکنیم. درش میارم الان. ببین از اون رو باید بیرون. ببین اون آقا نیست. تو باید در نمیمده. تو باید در نمیمده آقا. دستم خورد بهش. اوه برو آقا توتر. یواش آقا گرفتمش. گرفتی؟ آره بکشید یا میکشم. بکش پای منو نکش بچه. آها اومد. توفم اومد. آمد. سلام. سلام آقای. ببخشید ببخشید آقا جا بیلتون رو توپ ما مونده. گفتم که این کار بزرگتر ببخشید توپ سکه این ببخشید